توی این ویدیو میخوایم در مورد پیشینه قوم لر و اینکه آیا لرها جزئی از کردها هستند یا نه صحبت بکنیم. لرها آمیزه از قبایل ایرانی مهاجر از آسیای میانه و قبایل قبل از آریایی ساکن غرب ایران مانند کاسی‌ها و ایلامی‌ها هستند. بر مبنای مشاهدات جغرافیایی و شواهد باستانشناسی، لرها را بقایای ایلامیان می‌دانند که پس از سلطه آریایی‌ها دچار تغییرات زبانی میشن. قوم لر یکی از اقوام ریشه‌دار و اصیل ایرانیه که در مناطق وسیع از غرب ایران تا منتهی علیه دامنه‌های جنوبی زاگرس پراکنده شدند. در قرن 4 هجری نخستین بار واژه لر در متون تاریخی مورخان و جغرافی نویسان مطرح گردید. در خصوص منشأ نژادی این قوم نظریات گوناگون و بعضاً متضادی مطرح میشه که در این میان نظریه کرد دونستن قوم لر بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اگرچه پیوستگی نژادی، فرهنگی و تاریخی لرها و کردها رو نمیتونیم انکار بکنیم و هر دو گروه ایرانی هستند و بخش بزرگی از جمعیت آنان بازماندگان ساکنان قدیمی ایران هستند، ولی در طول تاریخ به ویژه از دوران اسلامی به این ور این دو گروه هویت قومی مستقلی داشتند. پیشینه قوم لر به دوره‌های بسیار کهن تاریخ ایران برمیگرده، اما تاریخ این قوم در حاله از ابهام فرو رفته. قوم لر همزیستی و تعارض فراوانی را با سلسله‌های مختلف ایرانی تجربه کرده. گاه در کنار این سلسله‌های حاکم قرار گرفته و زمانی با آنها درگیر بوده. حتی در برهه‌ای از تاریخ خود موفق به تشکیل حکومت‌های محلی همچون اتابکان لر بزرگ و کوچک و تشکیل حکومت در پهنه ملی در عهد زندیه هم شده. عده‌ای بر اساس یافته‌های زبانشناسی و انسانشناسی اقوام لر و کرد رو اصالتاً ایرانی و یکی از شاخه‌های پارسیان باستان می‌دونن. هرچند برخی بر اساس متون سده‌های نخست اسلامی لرها رو شاخه‌ای از کردها معرفی کردند و در تایید این نظریه به تبیین مشترکات و پیوستگی‌های نژادی، فرهنگی و تاریخی اونها پرداختند. با این وجود نظریه‌های مختلف به این نتیجه رسیدند که لرها به عنوان قومیتی از اقوام ایرانی هستند که نمیتونیم اونها رو زیر شاخه‌های قوم کرد معرفی بکنیم. درباره مبانی و انگیزه‌های کرد دونستن لرها میتونیم به مواردی اشاره بکنیم، از جمله 1. هر دو گروه قومی لرد و کرد اصالتاً ایرانی و خاستگاه نژادی و فرهنگی مشترکی دارند و بخش وسیعی از قلمرو کردها و لرها همون قلمرو ماد هاست. مورد بعدی، برخی منابع تاریخی از مهاجرت تقریباً 400 خانوار کرد در قرن 6 هجری به سرزمین لر بزرگ خبر میده. عامل سوم کرد دونستن لرها اینه که حاکمان منطقه لرستان در دوره‌ای از تاریخ کرد بودند. حاکمان منطقه دودمانی اتابکان لر بزرگ که از سال 550 هجری تا 827 هجری قمری به مدت نزدیک به 3 قرن بر بخش مهمی از قلمرو جغرافیایی قوم لر حکومت کردند کرد بودند. عامل چهارم، شباهت و همسانی تلفظ بعضی از واژه‌ها و لغات در گویش‌های لری و کردی است. عامل دیگه اینه که برخی محققان همسانی خصوصیات فیزیکی لرها و کردها رو عامل دیگه میدونن.
و میگن که سیمای لرها همانندی بسیاری با کردها داره و این ویژگی نشان دهنده ریشه ایرانی هر دو قومه. عامل ششم، برخی نویسندگان خارجی مثل لورد کورزون در سال 1890 راجع به کردها و بختیاری ها می نویسه لرها چه کسانی هستند و از کجا آمدند. این جزء مسائل لاینحل تاریخه و معتقد بختیاری ها که شاخه ای از طوایف لر بزرگند اصالتاً کرد هستند. اما این نویسندگان دلیلی بر صحت و درستی نظرات خودشون ارائه نمیدن. از این رو نکات چندان قابل اتکایی در این باب ارائه ندادن و روایت ایشان چندان از نظر علمی قابل تأمل به نظر نمیرسه. پس با وجود تمام همسانی ها و اشتراکات قومی، فرهنگی، ظاهری و زبانی دو قوم نمیتوان لرها را کرد دونست و این نظریه اثبات شده نیست.